خبرگزاری روسی آویاپرو خبر داد که در روزهای تصرف افغانستان از جانب جنگیان طالبان خلبانهای نیروهای هوایی اردوی ملی توانستند دست کم 61 تکنیکای هوایی از جمله 26 چرخبال و 35 هواپیمای جنگی را به کشورهای همسایه گریزانده. با این کار طالبان را از استفاده یک بخش اعظم تکنیکای حربی اردوی ملی محروم کنند. بنا به اطلاع آویاپرو این چرخبال و هواپیماها را از افغانستان گریزانده اند. 19 چرخبال می 17، 7 چرخبال OH-60، 7 هواپیمای جنگی AB-29، 17 هواپیمای سبک، 11 هواپیمای پیلاتوس 12 NG. خبرگزاری می نویسد معلوم است که یک قسم این تکنیکای نیروهای هوایی همکنون سابق افغانستان در قلمرو تاجیکستان و ازبکستان قرار دارند. معلومات وجود دارد که به زودی طبق توافقات بین کشورها به دست آمده این تکنیک را به پایگاه‌های حربی امریکا انتقال خواهند داد. چند پیش اطلاعی به دست رسید که هواپیماهای جنگی به تاجیکستان و ازبکستان گریزانیده شده نیروهای هوایی افغانستان مفکرهای تروریستان طالبان را بمباران کردند، ولی این اطلاع تا حال تصدیق مستند پیدا نکرده است. هفته گذشته گزارش‌های نشر شد که مفکرهای طالبان را در دره پنشیر بعد تصرف نواحی وادی این دره از سوی جنگیان هواپیماهای ناشناس بمباران کردند. حدس‌های بیان می‌شد که این حمله‌ها را شاید پیلوت‌های افغان توسط هواپیماها به تاجیکستان گریزانیده شدهشان انجام داده باشند، ولی دوشنبه تا امروز فقط در تاجیکستان اضطرارانه نشستن تنها 2 هواپیما از افغانستان فرار کرده را تصدیق کردند. روز 16 آگوست در تلگرام کانال طلوع نیوز ویدیوی با چنین نام نشر شده بود. ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان با مسافران 18 هواپیما که از کابل رفته بودند دیدار کرد، ولی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خود همان روز ورود تنها 2 هواپیما را با بیش از 100 نظامی افغان تصدیق کرده گفت که این هواپیماها بعد در فرودگاه باختر فراوردن مسافرانشان به افغانستان برگشتند. بنا به معلومات آویاپرو جنگیان طالبان در عموم در پی تصرف افغانستان 108 چرخبال و هواپیما، 23 هواپیمای جنگی، 8 هواپیمای تاکتیکی بسترنشین، نه کمتر از 20 موشک تاکتیکی نو البروس، بیش از 2000 ماشین زیرپوش، 176 توپخانه و 534,000 میل سلاح به دست آورده با چنین تسلیحات بزرگ با یک تعدید جدی به کشورهای همسایه خود بخصوص برای تاجیکستان تبدیل یافتند. چون که طوری از بیانیه‌های اخیر رهبران تروریستا برمی آید این جنگیان تنها با غصب افغانستان قناعت کردنی نیستند. یک کارشناس مسائل تسلیحاتی به آویاپرو گفت برای مقایسه تاجیکستان همگی 26 چرخبال دارد، یعنی این 4 مرتبه کمتر از چرخبال‌هایی است که جنگیان طالبان به دست آوردند. با وجود آنکه به دست جنگیان طالبان تنها هواپیماهای سبک افتادند، آنها می توانند به کشورهای همسایه ضربه زنند. با در نظر داشت فعالیت‌های تروریستی طالبان تشنج وضع را می توان در سالهای نزدیک بلکه با احتمال غالب الکی در ماه‌های نزدیک منتظر شد. جنگیان طالبان در اول ماه آگوست با شروع خروج نیروهای ائتلاف بین المللی 33 ولایت از 34 ولایت افغانستان با شمول پایتخت شهر کابل را اشغال کردند. تنها ولایت پنجشیر به آنها تسلیم نشد. در اینجا تحت رهبری احمد مسعود جبهه مقاومت ملی تشکیل شده است. طبق توافق بین رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان و سروزیر پاکستان عمران خان قرار است به زودی در دوشنبه مذاکرات بین طالبان و جبهه احمد مسعود پیروان تشکیل حکومت فراگیر با اشتراک تاجیک‌ها و نمایندگان دیگر اقلیت‌های قومی افغانستان شروع شود.